بازم به سلسله معرفی فرهنگیان عزیز کشور شما عزیزان را در جریان معلومات‌های بیشتر و آشنایی خوبتر با محترم فضل حکیمی قرار دهم. I'm your partner in peace. This is the birthplace of the Taliban. I'm proud of what we do here, but if we can't have what's the point of doing all this? These people play both sides. One day they're with us, and the next they're with the Taliban. It's not one war. It's a whole bunch of different wars. We're not playing games. You fight your war, Captain. And I'll fight mine. You got any idea what you've done? You intervene in something you know nothing about. You think you can change everything with just one bullet? I think it might be more complicated than that. You're gonna come to this light here. That's beautiful. Right there is beautiful. Beautiful. Happy to be here. Right? Sorry, brother. Can I get a shot here? Beautiful. Sorry. Thank you. Thanks. Thank you. Right, please. Right there. देख टाइगर, शेर खान मजबूर है, मैं नहीं। खुदा कसम तेरा वो हाल करूंगा कि तुम्हें अपनी पैदाइश पर भी अफसोस होगा। चला जाए यहाँ से। وای فرار شما از خانه میفهمی شما همه چی از دست میدین. فامیلیتونه، قومیتونه، خیشتونه، دوستایتونه، حتی تحصیلاتتون شما باید از بین ببرین. अपनी दुनिया से बेपनाह मोहब्बत करने वाला एक दीवाना, नाम है अनवर खान। लोला! लोला! मेरा बेटा! गैस मेरे को कुछ बचा है! बाका चल बना! चुरे लोला! लोला! نازنین من در پسر میله های زندان میموندی که میمردم و جان میدادم ولی تو پیش از او باید نمیرفتی. ولی یک گپ عزیز که در این قمار بازم تو بازنده هستی به خاطر که نازنین از تو نفرت داره. دوست عزیز بس که جان خدا به خاطر بچه من فدا کرد. تو را آزار میتن؟ اگر یک خواهش بکنم و این که اگر شما هم راضی بشوین این بهترین کار خواهد بود تا او بتونه تمام مشکلات و خوشی خود با شما تقسیم بکنه و به شما بگه و به خاطر خندهای مردم زندگی خود خراب بکنم و شما زندگی دخترتانه. شما چرا گپ متوجه نمیشین؟ دخترتان در زندگی خود کسی دیگه را دوست داره. لطفاً اصرار نکنین، بگذار اینا با هم خوش باشن، اینا آرزو بکنن.
جا که باشم ها یا سلام علیکم. خوشتان آمده. Beautiful. Happy to be here. Right? Beautiful. Thank you. Thank you. سلام دوستان عزیز، فضل حکیمی هستم و امروز بسیار خوش هستم که در فستیوال تب در تورنتوی کانادا آمدیم و فیلم هاینا رو که یکی از بزرگترین فیلم های دنیا خواهد بود به نمایش گذاشته میشه و برای ما واقعا شب بسیار هیجانی است. با فراد جان و اشتراک کردیم، واقعا لذت میبریم. تبریک باشه با تمام شما عزیزان. این محبت و همکاری و دوستی شما بوده که مرا تا امروز در فرش سال خلاص. قربان محبت هایتان فرش سال برای همه ما. فضل حکیمی یک استعداد است. امروز ثابت کرد فضل حکیمی که خودش هستی واقعا یک استعداد است. یک آدمی که 28 روز فیلم خودش شوتینگ میکنه و در یک شرایط بسیار دشوار مثل افغانستان که هیچ چیزی برش معیا نیست، هیچ چیزی، او کار خود میکنه مثل یک معجزه است. یعنی اون معجزه آدم باید ارتباط بده با استعداد از این بچه و توانمندی هاش در هنر تصویر و چقدر جذابیت و کشش خودش آدم که در سینما ببره که یک چیز را ساخته.